مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. معین راهبر. من با سلام حرف خود آغاز میکنم، من با سلام روزه دل باز میکنم، من با سلام در پناه آسمان عشق تا آستانه دغدغه پرواز میکنم. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی ما. امروز شبکه تبریکاتی شهنان برای تبریک کردن به دهه میرانپور آمدیم، حاضر هستیم برای تبریک کردن جشن زادروزی نوربی خاله به خانواده عاقل بابا آمدیم. از نام فرزندان، از نام ملکه، میران شوکه، زرخ شوکه، سمردینکه، از نام دخترشان نرگس آیتی، از نام کلین پاشوها، روشن آیتی، دلناز آیتی، دل ربایتی، دل و فرایتی ها تبریک کردن این لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شمایان پیشکش میکنیم. کیفیتی خوش و اعلی همراه شمایان باشد، با ما باشه، با شبکه شهنان. رفتیم توی راهی سفیدی مرا رسید وقتی دعاگوییدم، دعایم کن دعا خداوندا نگهدار مادرم را، همین از آرزوها. السلام علیکم مادران عزیز، مهمانان این خانواده زیبا، همه شمایان را به جشن زادروزی نوربی خاله، نوربی عمه ما خوش آمدیتان میگوییم. قدمهایتان را بالای دیده میخوانیم. به خانواده عاقل بابا خوش آمدیتان میگوییم. من امروز سرور خاندان عاقل بابا باشم، سرریشه خاندان نوربی خاله هستم. همیشه صحت سلامت باشم. زادروز مبارک. مگر بیمال باشه، مگر عاقل بابا هم تکلیف کنیم یا نشنبه؟ همه جمعی بیرد نشنبه. نوربی خاله زادروز مبارک. روز تولد را، امروز میلاد عمر را، مولود خجسته را برایتان مبارکباد میگوییم. هر بار که برای تبریک میبیاییم میپرسیم که از نام کی آمدیم؟ امروز از نام کی آمدیم تبریک کنیم؟ از فرزندای کلمه بودکستیانه و روحو. قریب یک 3 روز یا 4 روز شد در یک چاره‌بینی در خانواده یک خیشی همین اولاد مهمان شدیم و
بعد از تمام کردن محفل بیرون برآمدیم. عاقل بابا گفتن که 1 فوریه جشن زادروزی عمت است. احمی آهالیک من کلین کرده گفته آمدگی جشن زادروزشان است. از نام عاقل بابا تبریک میگیم. بعد از آن از نام فرزندان، از نام فرزندان عزیزتان، از نام ملککه، میران شاهکه، زرخ شاهکه، سمریدینکه، از نام دخترتان نرگیز آیتی، کلین پاشاها که همچون دختر هستند، روشن آیتی، دلناز آیتی، دلربا آیتی، نیلوفر آیتی، میخواستیم شما تبریک بگیم. کلین ها میگویند که ما خاندان به کلین شدن دختر شده همراه شدیم. یک عائله نغز به کلین شدیم و دختر شدیم. سری ما رو سیره کردم. در خانه چخلی که ارکه بودیم همینجا هم الان خیلی ارکه شدیم. آن در تلویزیون رو در حیات میفهمیم که مادر عروس ها، من در حیات این خیلی مادر عروس را ندیدم. برای من مادر شدن، برای من پدر شدن، کمبودی های ما رو روز کردن و همه نیکی های من را، همه آن دستان میمدگی مهنت های من را داستان کردن. هزار رحمت. در سری ما صحت سلامت کردن. درد و غم زندگی رو هیچ وقت نبینم. مانند همین روزه پدر مادرمان همیشه صحت سلامت باشه. مانند پدر مادرم ما هم پیر شویم و چنین کلین ها آوردن برای ما نصیب کنند. زادروزتان مبارک. امروز از این فرزندان صدقاً تبریک میگوییم. همیشه صحت سلامت باشید. البته میگویند زی تو دارم، برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صد در تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. در بخار زادروز مبارک. همیشه صحت سلامت باشید. حاضر چخره که عاقل بابا که همون شبی یک روز خورسندی صحبت کردیم، گفتن که هزار رحمت که برای من 4 پسر و 1 دختر را تحفه ساخت. از پشتی همین 4 پسر 4 دختر باز خاندان ما آمده. هزار رحمت. همیشه شاد باشد. خدا کند که چرخ فلک باز آید و باز یک جای عائله بندیم برای چنین فرزندهای نیک. میگویند اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست میدانم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست میدارم. قسم بر قاش و ابرویت، قسم بر شعله رویت، قسم بر چشم خمارت تو را من دوست میدارم. میگویند عاقل بابا برای شما زادروزتان مبارک. از نام فرزندان عزیز، از نام کلین پاشاها شما تبریک میگوییم. میگویند مادرم، ای مادرم، جان مادرم، شاد باش و زنده باش اندر برم. من که این دم با قدی تو هم قدم، لحظه از طفلیم یاد آورم. کردش روشن شامی تاریکی مرا، مهر افروزی منو هم یاورم. در بخانه حاضر پسران میگویند که ما خرد بودیم. زمستان ها دوری ما کودک بودیم دیگر خیل بود. حاضر کلانساران برای ما نقل میکنند آن برف های بلند را برای ما همچون افسانه است. برف بلند میبارید و جشن زادروزی مادرم ما جشن میگرفتیم. سری خان، پشکه خان از آن پدرم بود و پهلویشان جای مادرم بود. ما فرزندان یک دسترخوان پر از ناز و نعمت را آراسته جشن زادروزی مادرم را همراهی خویش و تبار جشن میگرفتیم. یک دورهای بیغمی بود است. حاضر باشد همه از پس تصفیش زندگی، از پس کار هستیم. گاهی می شود از دیدارشان بهره‌مند شدن نمیتوانیم. عذر میپرسیم از بیجانم که همیشه دعا میکنند. دعاهای نیکشان مستجاب است. صحت سلامت گردند. زادروزتان مبارک باشد. امروز عاقل بابا چند سال شد تا اشتگیش با؟ 45 سال. 45 سال تایستان بود، زمستان بود، کی بود؟ تایستان جک. زمستان بود می. جشن زادروزی که این بوده؟ همان وقتا عاقل بابا همان وقتا گلها قیمت و گلها نبود. گل پدر که دادید می امی من با؟ نه جیبایش نه. او خیلی بوکتش. البته حاضر باشد در همین جشن 45 سالگی به یک تا خودتان کنی گلدسته توفه سازد کنی. بیارید دستشان به گلدسته را. زادروز مبارک باشد میگویم. تقدیم میکنیم. مبارک باشد.
ishlarim yurishib ketsa gal-magal, kamlarim, g'amlarim etsa butun hal dunyoni bir chetga qo'yib, eng avval otam bilan onamni Makkaga olib boraman gufta. Farzandon boyak niyathoyingdek. در روی دنیا از همه کتاب قیمت‌بهاترین که کتاب قرآن است، هم برای پدر و هم برای مادر. با صفی حاجی ها زیاد سمن گفته آماده کردیم، پیشکش میکنیم. زاد روز مبارک باشد. مرحبا. مبارک باشد. زاد روز مبارک. و البته آقل بابا تازه من همه حیران شدم که امروز روز خورسندی بوده است. خیلی که گلدسته های زیبا را برایشان تحفه ساخته. همیشه صحت سلامت باشید. با این دولت پیر، دمی پیری دولت پیر رو دیدم. با این عائله خوشبختتان چشم دررسند. البته فرزندان با یک رمز نیک، یک رسم عاشقان را تیار کردیم. یکی رسمی داده بیم نه، رسمی عاشقان که شاعران وصف کردند. لیلی و مجنون باشد، فرهاد و شیرین باشد، چی باشد؟ کدام است باشد آقل بابا؟ لیلی با مجنونش باشد. یک جای اول برای مهمانان میکشیم، مهمانان نامش را میگذارند. مرحبا، پیش مهمانان من. حاجیانه رسمی که باشن حالی خودشان نایده لیلی و مجنون نه گذارید خودشان منیشان ته مبارک باشد. لیلی و مجنون این شبه ما دار بخواه بگویم از زانکش هم مغزش شیرین. برای شما از طرف خداوندی کریم نبینید که در جشن زادروزتان نبیره تحفه شده است. نامشان رضوان بیگ زادروز مبارک. 120 ساله شوید. مانندی بابا، مانندی پدر، عمک‌ها، مانندی نیاگان خود یک انسان اصیل شده. نامبرداری سمرقند گردید. از پیشتان همه فخر کند. مکتب‌ها را با بهای اعلی ختم کرده. صاحب دانشگاه‌ها شده. یک انسان بزرگ شوید. زادروز مبارک. میگویند چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی، چو سینا در دل و در دیده باشی. برای رضوان بیگ ما از نام اهل عائله‌شان البته پرتریز است یک جای پیشکش میکنیم. زادروز مبارک. مبارک باشد. زادروز مبارک. و البته امروز 45 سالگی عقد نکاح است. امروز جشن زادروز ناربیخاله. آقل بابا خاندانتون با بیرم است. یک جای شیرینی را میبریم همراهی مادر فرزندان، همراهی همین صاحب خاندانتان. یک جای شیرینی را میبریم و از آن تداول میکنیم. بعد از آن Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. رضوان بیگ هم میداره نه؟
زادروز مبارک. Потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, Мубарак бошад. но от сердца Зодруз мубарак. счастья, радости, здоровья. Дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать. Чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. مبارک باشد. و برای ریزوانبک از نام تاقاجانشان باز یک توفه ها هست. گنگ پاشدشان میسپارن. مرحمت. برای ریزوانبک توفه ها را میسپاریم از نام تاقاجانشان. مرحمت. مرحبا. گذارش مایم. از نام نبیره ها برای آنجان عزیز برای ناربی خالا باز یک گلدسته است. نبیره ها مرحمت تقدیم میکنیم برای ناربی خالا برای آنجان دعاگو. مبارک باشد. آخری بابا امروز برای ناربی خالم 4 قطار شعرش که یک تخشیره که تبریک کنید. من از خاطراتم برای نگر پیشتان گفتم میگیرم. الهی صد درایی درایی خوش پیر شوی. خیلی 120 درایی من 100 درایی همراه شاید اما بین من همین نوره کلون دختر در همه همینو کامتکت برداشته من خیلی نوره ها کلو کده وقتهای آلیده دور باید کردم شعر خود بگم می رزبان بی به هیچ کی آنجا رو آزارش نباشد کسی رو بر کسی کارش نباشد الهی صد درازنه رحمت. از پیشتان هم خیلی گفتم که درایم دمی پیری و دولتی پیری یک جویا بینه. همیشه صحت سلامت گردید. زادروز مبارک. کلین توشه ها کنه قطار بیان کنه. ناربی خالا کلینی کلام کدام. مرحبا. السلام علیکم. خوش اومده همیکتون. من امروز تولد بیملام همه وقت هر بیادنم ساق سلامت دستری ما سرکل شده ساق سلامت گرده در دلاتون چی آرزوهای با هسته الهی
تمام کرده سر دروی در وقتی هم بچه‌ها کلونا نوره صاف سلامتر کرده فقط تشویش‌های خورسندی که دیگر السلام علیکم هم خوش آمده به درگاه ملامتون بیملا صحب بدروی ملامتون که خوشه پیر شوه خیلی بدامن شوه که اومد کسال نشوه زمین صاف باشه گیره نکنه چون گیره میکنه گیره نمیکنه آدم اولادی ایران همه گیره چی؟ صد بدری السلام علیکم مهمانان عزیز من امروز به درگاه آنا جانم خوش آمدید الهیم سر به درآیند به بابا جانم خوشا پیر شوند حاجی بابای حاجی اونا شده گردن من امروز زادروز جیانچه امر زمانبک شده ایستاده است آن را هم سر به درآید مکتب های عالی درآید ناجونی من مهربانی من دادم کلام کرده من کلام کرده شما در من سر بدرویم السلام علیکم شما جهان میاکتون افسونجانی من مهربانی من کلون کده من افسون کده شما برحمت صد بدرویه رحمت سلامت باشید صحت سلامت باشید کیفیت خوش‌شخصی بخشیدن هزار رحمت تشکر میگیم مرحبا السلام علیکم هم یکتون شماده به درگاه اکجور من داریم ینگم که کوشا پیر شوند ینگم خیلی گفتی اکم 120 ساله شوند اکم مایلش 500 ساله هم شوند عزت ندارم بیا هم یکاشون کوشا پیر شوند حجا رفته حج آشیا کده با ماهای انزل منظورت کده با ماهان آمده شینیم رحمت در حقیقتتون روی آنا جان زادروز تو مبارک شود الهی 100 ساله شوه همه وقت بابا جانم که خوشا پیر شوه سر دروی اونا همون صدم بسه همون 85 کده سر یک لغت میزنم حاضر پسران هم همینجا بودن ها پشتی در تماشا داشتن و دیدن که وقتی تبریک شد گریختن خیلی از مهمانان شنویم من مرحبا یک تا تبریک کنیم یا توی نغز را گفته دراز میکنیم میکروفون رو مرحبا السلام علیکم هم یکتون در خوش آمده به درگاه اکیما همه وقت هم تو روزکوی نیک دادیم هیچ بندی مومن رحمونده درمونده نشوه دیاتون هم ساعت داره روچه پیر شوه فقط روزای ناز بینه روز گنده عموما هیچ کی نبینه من میدوستیم السلام علیکم بیمران عزیز خوش آمدید به درگاه اکیما من امروز زادروزی اوسونم شده ایستاده است من اینها را از ته دل تبریک و مبارکباد نموده و اینا صحت سلامتی عمری دراز دوری پیری پوشه پیر شده پیری بدولت شوه الهیم دیگه هیچ جایتون در نکنه اوسون جان همه وقت خوش خرسند کرده در گیردتون نیوره ایوره چیوره همه وقت پروانه شده گرده الهیم صد در رادیوتون السلام علیکم مهمانای عزیز من امروز روز تولدی دوگانه عزیز من دوگانه مهربان من باید رو با این روز تولدش تبریک میگم از من همه هم کلاسامون گویم میشن من ولایتان تبریک میکنیم الهیم ساق باشه سلامت باشه هیچ هم کسل نشود دوستیامون مهربونیامون همه وقت تا هسته
دوام کنه ساق باشیم سلامت باشیم و همدیگر با خبر شده گردیم الهیم صد بدر الهیم اکرم که کوزا خیلی نیست کنه الهیم بیدر کنه اما وقت ساق سلامت در بالای بلای چقدر گردی الهیم بچه اکار کدی دماغ چاق شده گردی السلام علیکم مهمونکوی عزیز همین ینگیه که من الهیم صد بدره کوشه اکم کتی 100 ساله شده بابای کنفر شده گردم فقط با عزت نیمنی خوب بگردم بیزبورده کلا کتوری همین صد بدره رو در کوی دیدنگی تا بخیر شما فقط بچی انکو گیجا باشه ساق باشه خدایا که عزیز شده السلام علیکم این خواهرک که من دیوزده نشیست این خواهرک من تبریک و مبارکباد میکنم همه وقت تلفن ایس نبره بود الهیم بیغم شوی بیدرد شوی بولای بلای چقیک تونده اکیک اون کتی قوشه پیر شوی الهیم حضوری بچیکاتو نبینیم دستی کم و روزی بده نبینیم همه وقت ساغ باشه اکی کم کتی 120 دریو همه وقت هم خیل دست به دست کردن مرکوده گرده زیویشه که سری دست در خونی اکم شما اکی یک مسیر میکدگی شما خونی که اکم پر میکدگی شما روح که سرخه که بچه که شما ایلوی عمره که درستی اتونه به درد کنتونه به غم کنتونه خوارک عزیزم همه وقت شما تلفن کنه اگر من یک وجه میوسم که من این کلن من یخلق ایسیم گفته شما من دا کلن نه یک تی خوارکم شما الهیم به درد به غم کنتونه بولای بلای چقیکتون ده همه وقت من هم خیل روتون سرخ کرده تاگی نیوره یو ایوره یو چیوره مونه الهیم اکیه کم کتی قوشه پیر شوی خواهم قبل استیم السلام علیکم مهمانان گرامی خوش آمده نوره که دیده تاجی سر ای فرصت استفاده بوده خواهرم مربیای رو تبریک و مبارک باد نموده به اینها عمری دراز رزقی فراز آرزومندم نوربی الهیم صد بدرو پوچام کدی قوشه پیر شو پیری به دورت رو سری بالا چقدر و سرکی مهم و ساغ باش اما وقت روزای میده که منانند پول و پیمون شده خدا خواهر نصیب باشه بود یکات من حج و میفرسونم انا حجاجی کرده اما هم اول جون میزنه اصلا مایده کنید دمزم اصلا میزنم ساعت دوره اونا Urmaysa, خانمی هم موشون Itu buru-buru مالک kapsa. یکم بیوتون خوشه پیر شوید رحمت تشکر البته از تمام جماعت خود از شاگردان شما صدقا تبریک میگویم همیشه صحت سلامت باشید بگذار همیشه در نظر خلق باشید عائله نمونوی هستید تا آخر از پس شما فرزند و نبیره ها مانند شما عائله های نمونوی را برپا کنند حاضر باشند نبات را برعکس میدهیم یک عائله شده یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم زادروز مبارک باشد میگویم برحمت سرودهای شوق برای شما مادران یک جای میرقصیم برحمت
تو شب خوبی با من باشی عشقم دنیا تازیه
های عزیز، ما امروز در خانواده عاقل بابا مهمان شدیم. مادر عزیز خاندان ناربی خاله ناربی عمم رو در جشن زادروزشان در روز میلاد اونشان تبریک کردیم. از نام فرزندان، کلیدها، از نام نبیره ها این لحظه های خورسندی رو همراهی شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهرنامه خود را احتیاط کنید. رحمت، سلامت. رای صفحه